چمپیونات جمهوری تاجیکستان اویل و کراته دو وکف بین نورسان، جوانان و کلانسالان که روزهای 18 و 19 اپریل سال روان برگزار گردیده بود، در ردیف رشد این نوع ورزش در مقیاس مملکت و دریافت نفران دارای اراده قوی بهر غالبیت و استعدادهای بهترین و معرفی کننده کشور در سبقت‌های بین المللی تشکیل گردیده است. مراسم گشوده شوی چمپیونات جمهوری اویل و کراته دو زیاده از 300 ورزشگر این رشته ورزش را گرد هم آورده بود. با معرفی گردیدن هیئت داوران، ورزشگران از دسته‌های دوشنبه 1، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز 1، سوخت 1، قتلان 1، دوشنبه 2، دسته دوم شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و سوخت 2 اشتراک و سخنرانی نمایندگان نهادهای ورزشی مملکت و صدا دادن سرود ملی رسما آغاز گردیده بود. در خصوص ترتیب و رفت برگزاری مسابقه از فرصت‌های نخست شماره ورزشگران اشتراکچی و سطح و صفت رقابت‌ها اگر به طور عموم بهاگذاری نمود، به فرق از سالیان پیشین میتوان نشاندادهای مثبت چشمرس را مشاهده کرد. مقصد اولین برگزاری این چنین چهارراه در آن است که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان را با کراته پرقوت سازیم. خیلی که میدونیم یگان چی در جای خودش نمیایستد و ساحه کراته نیست، از این لحاظ پیش میرود و البته هر سال برای من در مسابقه برآورد کردن تا رفت قیمتر میشد، یعنی تا رفت مشکلتر میگردد و بله وقتی که کنکورنس میشود در یگان ساحه اما ساحه پیش میرود. نظر به دیگر چمپیونات های گذشته که در شهر دوشنبه یا که در دیگر ولایت ها میگذشت، نظر به دیگر چمپیونات ها خیلی در سطح بلند گذشته شده است. فدراسیون کراته دو جمهوری تاجیکستان با رهبری اسماعیل زاده که بسیار سهم و کوشش نموده شده است که روز تا روز در پیشروی ورزشگران فدراسیون کراته دو سهم خود را میگذارد و کوشش و غیرت میکند که روز تا روز ورزشگران ما سطحشان بلند گردند. در سطح بلند گذراندن مسابقه های ورزشی و تکمیل مهارت ورزشگران البته که از عامل‌های اصلی رشد دلخواه نوع ورزش به حساب رفته، با ورد زبان آوردن دستاوردهای چشمرس ورزشگران در منطقه های مختلف میتوان از پیشروی ها گفت. قابل قید است که رشته کراته دو در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز رشد خاصه نموده. دلیلاً میتوان از دستاوردهای چشمرس ورزشگران این مناطق در سیمای صنوبر ستارو و سهراب سلیموف مثال آورد. چند سال شد که در نمود ورزش کراته دو مشغولم. من مربی من دلاور شریپوف می باشد. من در شهر ترسونزاده مشق می نمایم. من از استاد خود میندار هستم که مرا به این مسابقه تیار نموده و من سزاوار جام مدال یکم گشتم. من خوشحال هستم که در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اویل با کراته دو بین نورسان جای اول را اشغال نمودم و کوشش میکنم که در مسابقه بیرون از تاجیکستان هم جای نمی را صاحب شوم و با استادم زاده دلاور رحمت میگم که مرا تو با همین درجه رسوند. در ردیف ورزشگران دیگر موفق شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و طور علایدگی میتوان از هنری والای نصیبه میرزا عمر و قید نمود، نفری که در رقابت فینالی از نمود کمیته در وزن تا 68 کیلوگرم نماینده شهر دوشنبه دلنازا امین را شکست داده بود. در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید با کراته دو وکف اشتراک نموده و در این چمپیونات سزاوار جای اول گردیدم. در فینال رقیبم امین و دلنازا را از شهر دوشنبه مغلوب نمودم. با 2 نفر رقابت برده با یک تاش مغلوب شدم. سزاوار جای دوم گشتم.
هرچند که در رقابت ذکر گردیده نماینده شهر دوشنبه به شکست روبرو گردید، رقابت فینالی در وزن تا 55 کیلوگرم باشد میان ورزشکاران شهر دوشنبه رخسار دولتова و انیسه نیازova جریان گرفت. در این روی آزمایی رخسار دولتova سزاوار پیروزی و مقامدار موقع اول گردید. علاوه بر این، هرچند که ورزشکاران شهر و ناحیه‌های دیگر تابع مرکز پیوسته از نمود کرته دو پیش قدمند و سزاوار جایزه‌ها می‌گردند، منطقه رشت سال اول است که ورزشکاران خودی را در هیئت 23 نفر به چمپیونات جمهوری سفربر نمود. دشوارتر است چون از بس که ورزشکاران وادی رشت در دیگر نمود فعالیت میکردند، کار تمرین هایشان را از بر اصول کاراته دو وکیف براه مانده استادند و این یکمین برآمد ورزشکاران و مربیان در این ساحه کاراته فعالیت دارد. نمود کاراته دو نمود المپی بوده. مقصد از 2020 از ماه ینور در اینجا فعالیت کرده شدیم. مقصد این ورزشکارایی که ناحیه رشت ما میبریم سربلند کردن در مسابقه المپی برآمد کردن است و دست بلند شدن است. ملکه و مهارت خودشان در مرکز نشان دادن است. در این رشته ورزش من طولی 5 ماه شد که مشق و تمرین میکنم. ما امروز در شهر دوشنبه قرار داره. من میخواهم در این مسابقه جای نمایان را گیرم و من میخواهم که در مسابقه های ورزشی جمهوری اشتراک کرده سزاوار جای اکنون اینجا برای ورزشکارای ما هم خیلی ملکه و مهارتشان زیادتر میشد که در اینجا حرکت های تکنیکی دیده میشود. ورزشکارایی که بهترین در اینجا از هر ناحیه برآمد میکنن، ما با خودمون یه حرکت های نو قبول میکنیم. در قیاس به منطقه رشت در شهر و نواحی ختلان باشد، نوع رشته کاراته دو از رشد به میلان خویش درک داده ولایت ختلان را در این مسابقه از دو دسته 65 ورزشکار معرفی نمودند. در این زمینه مربی ورزشکاران ناحیه یاوان که به واسطه دسته ختلان را نمایندگی میکردند از اشتراک فعالانه شاگردان خویش در مسابقه ها ابراز نظر کرد. در مسابقه آسیا برآمد کردم بین 5 دولت: قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، ایران برآمد کردم. از کماندای دسته‌ای جای سوم را اشغال نمودم. در 15-20 مسابقه ها و سطح آسیا برآمد کردم و دستاوردهای من 25 مدال و دیپلم را تشکیل می‌دهد. در یووندا 5 مکتب چی است؟ 5 کلوبی کاراته دو شوتاکان است که ورزشکاران ما در بواسطه در همه مسابقات جمهوری ولایتی چمپیونات ها در جمهوری تاجیکستانی بیرون مرز اشتراک میکنند. نصرت رجبوف با یادآوری از دستاوردهای ورزشکاران خویش همچنین نام چند از ورزشکاران را به زبان آورد که البته در این میان تشایف محمد را میتوان در حلایدگی قید نمود. نفری که بهر گرفتن مقام اول در کل رقابت‌ها از خود مهارت خاص نشان داد. تا رقیب فینالی با دو حریف خود مبارزه بردند که یکی از آنها از شهر نوی توبه مرکز بود. بعد حسابی 8-9 بریدم و دیگری اون که برای فینال یعنی برای فینال برآمدن بود از شهر دوشنبه او رو با حسابی 6-9 بریدم. در این میان محمد تشایف را میتوان در علاهیدگی قید نمود. نفری که بهر گرفتن مقام اول در کل رقابت‌ها از خود مهارت خاص نشان داد. بهر را گرفتن بر رقابت فینالی محمد تشایف نماینده شهر دوشنبه عظمت دولتوف را مغلوب نموده با توصیه‌های مربیان خویش در رقابت فینالی نیز ارزنده بودن و مقام اول را نشان داد.
من از خود خیلی باوری کامل داشتم برای که بسیار مشق کردم و آرزو داشتم که مسابقه نه اینکه مسابقه تاجیکستان بلکه مسابقه جهان رو وزیر المپیک رو به دست آورم. من با خود مقصد موندم که تو مسابقه المپیک رو به دست نآورم روی بازگشت ندارم، فقط به پیش. محض همین اراده قوی و نمایش مهارت والا در راه گرفتن مقام اول محمد را به پیروزی در فینال رساند که از دستش در فینال کمیته در وزن 60 کیلوگرم نماینده ولایت سوخت تلر براتوف شکست خورد. با یادآوری از رقابت‌های جالب در اجرای نمایندگان دسته ختلان می‌سازد که از تیم سوخدیانه نیز سخن در حلایدگی گفته گذاریم. منطقه شمالی کشور را در چمپیونات جمهوری کاراته دو از دو دسته در مجموع 90 ورزشگر معرفی نمود. به قول مسئولان برگزاری مسابقه این منطقه ورزشگرانی از همه بیشتر را سفربر نمود که البته در راه گرفتن مقام‌های افتخاری از پیشتازی خویش نشان می‌دادند. با این حرکت‌ها فریب دهد، شاید برای او همین حرکت‌ها معقول باشد، برای همین آن را ایجاد کرد، ولی هنگامی به رقیب رسانیدن امروز در مسابقه جمهوری چمپیوناتی در شهر دوشنبه جای اول را گرفتم. در اینجا رقیبان من 3 نفر بودند. در اینجا 3 نفر رقیبان را برده جای اول را اشغال نمودند. ورزشگر دیگری موفق دسته ولایت سوخت البته که جواهر حیدرов است که در مسابقه مذکور اراده قوی، مهارت والا و ناشکست بودنش را نشان داده بود. جواهر حیدرov 10 کرات قهرمان تاجیکستان از نمود کاراته دو و همچنین 4 کراته قهرمان آسیای مرکزی از این نمود ورزش چون قهرمان فعلی وارد تتمی گردیده پیش از رقابت فینالیش باری دیگر از توانمندی خویش نشان داد. من که در سال گذشته نیز چمپیونات جمهوری تاجیکستان بودم و باوری من کلان است که در این چمپیونات هم جای یکم را اشغال می‌نمایم. محض همین باوری کامل به پیروزی و تجربه غنی از سبقت‌های پیشین در رقابت فینالی با جواهر حیدرov کمک نمود که هنگام رقابت نهایی در وزن تا 84 کیلوگرم بر صفی‌علا ظریفov که همچنین جایزه‌دار چنین مسابقه‌های داخلی است پیروزی به دست آورد. صفی‌الله خیلی رقیب پرزور است، یعنی من باور داشتم که میبرم، لیکن آن جنگی که من نشان داده میتونم امروز نشان داده نتونستم و از سبب که رقیب هم خیلی قوت بود و از خودم کمتر ناراضی هم هستم که جنگ خود یعنی زیبای خود را نشان داده نتونستم، ولی خوشبختانه جای یکم را گرفتیم. با مشق‌های سخت پرزور نبوده. در سال آینده باز خانه گردانم استادان خود را، مربیان خود را و در چمپیونات‌های آینده که چمپیونات‌های چخل گرفتم، چمپیونات آسیا، چمپیونات جهان است، با این تیاری بلند، با یک تیاری بلند رفته در آنجا نیز وطن خود را معرفی نموده سزاوار جاهای نمایان را گردم. مقصد از من همین است. از خودم باوری داشتم که حریف خود را مغلوب میکنم، همون سبب که داورا اون قدر خوب داوری نکردن، همون سبب مغلوب است. فعلا پرسیده شد و برای داوران نیز دشوار میباید، برای که اینقدر کشاکشی اینقدر چی وقتی که دو رقیب یخن میشود برای داوران هم نیز مشکل میشود. فکر میکنم که داوران در سطح یک معینه، در سطح یعنی بلند گفته میتونیم کاری خود را نشان دادن. در این چمپیونات که من سرداور هستم بعضی نزدیکی‌های هست که از نگاه تکنیکی و از نگاه بهاگذاری که در نزد سرداور و شخصانی محصول ششتگی هستن بعضی کمبودی‌ها و نزدیکی هست و در اینجا کمتر نافهمی بین بحث‌های بهاگذاری بود. برای همو باز ما فهمیدیم برای نماینده قبول کردن و راضی شدن با که همین خیلی خطاگی کمبودی بود. پس مسابقه به اول برگشت.
ولی از جانب دیگر در راه برطرف نمودن مشکل‌های کاری داوران، تامین عدالتناکی قرار و بلند برداشتن کاری داوری به قول سرداوری مسابقه البته کارهای نظر است به سامان رسانیده شدند. ما семинари доварӣ ва мураббигӣ бо дастгирии Федератсияи каратедои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ки дар он семинар албатта дар бораи мураббиҳо ва доварони ин чемпионат баргузор гардид ва доваро ва мураббиҳои мо хеле чизҳои наве ки дар Федератсияи ҷаҳонӣ нав ворид карда шудааст дар қонуну қоидаи доварӣ ва мураббигӣ. албатта мо барои доварони нав ва ҷавонон фаҳмондем ва дарси дурӯз дарси ҳам назариявӣ ҳам амалӣ гузарондем ки назар ба дигар чемпионатҳо имрӯз сатҳи доварони мо хеле хубтар ба назар мерасад. در چمپیونات تاجیکستان اوید به کراته‌دو وکف همچنین رقابت‌های انفرادی و دسته‌ای از نمود کاتا میان دسته‌های اشتراکی گذرانیده شده وابسته به هنرنمایی ورزشکاران بهاگذاری کرده شدند. در برابر نمایش هنری والا و مقامدار جایزه‌های افتخاری سبقت‌های داخلی شدنشان، ورزشگران میهن و مسئولان نهادهای ورزشی مملکت از مقصد و مرام‌های آینده‌ساز خویش به همگان گفتند. فدراسияи каратедои ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамкории Кумитаи кор бо ҷавонон ва Кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша кӯшиш мекунад ки ҳар навигарӣ ки дар Федератсияи каратедои ҷавонӣ дар баробари доварон ва дар баробари мураббиён нав ворид мешавад, Федератсияи каратедои ҷумҳурии Тоҷикистон он чизоро намояндаи худро дар он чорабиниҳо равон карда, дар он аз худ намуда бо мо барои мураббиёи ҷумҳурии Тоҷикистон ба пеш аз ҳар мусобиқа мо фаҳмонда медиҳем ва омодагии худро барои мусобиқаҳое ки дар дохили ҷумҳурӣ баргузор мегардад омода месозем. ҳаста як 8 мусобиқа дар нақша ҳаста, 8 мусобиқа чемпионат ҷумҳуриявӣ дигаро нақша дорем. дар мо боз хубтару беҳтар тайёрӣ дида чи хатогие ки дар ҷо ҳаста дар ислоҳ карда дар ҷо баромад кунем ҷоизадори обрӯи ватани парчами Тоҷикистону баланд бардорем. дар оянда мехоҳем аз Тоҷикистон берун мақсад рафта парчами ҷумҳурии Тоҷикистону баланд бардоштан ва ҷойҳои намуновӣ сазовор гардем. мақсади аслии ман ҳамин аст ки дар оянда дар чемпионат дар олимпиада дар бозиҳои олимпӣ ҷои аввал аст ва ба ғайр аз ин яъне дастовардҳои варзиш аз як тараф ва аз тарафи дигар барои миллатам барои ҳамин халқи тоҷик як фоидаовар шуда тавонад. дар оянда машқҳоро тамринҳоро бисёртар карда хеле хуб анҷом дода омодагиро бо чемпионати осиёву ҷаҳону олимпия аст. مسلم است که برای عملی نمودن بزرگترین آرمان‌های ورزشی در فتح بلندترین قله‌های مسند ورزشی باید که زحمت و تلاش‌های سرتاسری را انجام داد تا به پیروزی‌های چشمرس و شرفمندی ملت سهمگذار شد. عیناً چیزی را که ورزشگران میهن‌پرست ما در دل می‌پرورند. در پرجام چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به کراته‌دو وکف بین نورسان، جوانان و کلانسالان که روزهای 18 و 19 اپریل سال روان در تالار مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی آمادگی دسته‌های منتخب برگزار گردیده بود. بنا به جنبست نتیجه مسابقات و بهاگذاری از برآمد اشتراکیان مسابقه، ورزشگران بهترین از دسته‌های مختلف از جانب رئیس فدراسیون کراته‌دو مملکت اسماعیل زاده اسرائیل و نماینده کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دیپلم‌ها برای نمایش اراده قوی برای غالبیت و نشان دادن مهارت بهترین مکافاتانیده شدند.